در نویه تیمورملیک ولایت ختلان عین زمان 12 عدد کارخانه و کارگاه‌های 3 ساله فعالیت دارد. برای پیشرفت استحصالات و تشکیل جایهای نوی کاری در اساس نقشه چهاربینی مقامات اجرایی دولتی بخشیده به سالهای رشد صنعت، امسال در نویه باید باز یکچند انشاءات نوی 3 ساله مورد استفاده قرار داده شود. بخشیده به سالهای رشد صنعت از 4 انشاءاتی که در سال 2022 به نقشه گرفته شده است، در 3 انشاءاتش کارهای ساختمانی رفته ایستاده است و تا آخر سال این 4 انشاءات ساخته به استفاده داده می شود. از جمله انشاءات ذکر شده سال روان در نویه کارخانه 3 ساله مسئله بیناکاری، کارخانه پرنده پروری، کارگاه خشکانیدن میوه، کارخانه کارکرد شیر و بسته‌بندی عسل مورد بهره برداری قرار داده می شود. از 3 عدد انشاءات 3 ساله که عین حال کارهای ساختمانی در آنها ادامه دارد، الکی در یک عدد آن وصل نصب دستگاه و تجهیزات در مرحله انجامیابی قرار داشته، آن روزهای نزدیک به کار شروع خواهد کرد. با بنیاد انشاءات نوی ساحه امسال مسئولین اقدام گرفتند که حجم استحصال و نامگوی محصولات صنعتی را در نویه زیاد نمایند. سال گذشته حجم استحصال محصولات صنعتی به 16 میلیون سومانی رسانیده شده بود. امسال بعد ساخته به استفاده این 4 کارخانه صنعتی حجم استحصال محصولات صنعتی به تک 20 میلیون سومانی خواهد رسید. در نویه تا سال 2026 در دایره نقشه چهاربینی سالهای رشد صنعت صاحبکاران تصمیم گرفتند که در برابر نوسازی انشاءات ساحه، کارخانه و کارگاه‌های نو بنیاد و حجم استحصال محصولات صنعتی را به مراتب زیاد کرده در پیشرفت وضع اقتصادی نویه و تشکیل جایهای نوی کاری مساعدت نمایند. ما در همین دوره کوشش نموده شدیم که باز با کارخانه‌های خود تکنولوژی نوی زمانه‌ای وارد کنیم. با اندیشه مسئولین تا استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، نقشه چهاربینی‌ها در این سمت هدفمندانه عملی گردیده در این دوره رشد ساحه صنعت تامین و بیش از 100 نفر ساکنان به جای کار دائمی فرا گرفته خواهد شد.